سلام دوستان، به کانال نکتاب خوش آمدید. بیشتری آدمان تا چیزی رو از نزدیک نبینن با اون باور نمیکنن. به هر حال زمانه طوری شده است که آدم به چشمان خودش هم باور کردن نمیتونه. خطای دیدن هم مثالی است برای این موضوع. در این ویدیو یک جای تماشا میکنیم جالب ترین خطاهای دیدن را. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولک دوام بتیم من میخوام با شما یادآور شم که اسپانسری همروزه رولک کانال نکتاب این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنت را ذکر پیدا شده. شما وقتی که میدونید با همین سیلک رجیستراسیون کردن سر میکنید، در جایی که پرومو کد نوشته در اونجا شما نکراب نویسین $100 به شما بونوس میتین. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این اگر شما بزرگ نفهمید دونین پروسه رجیستراسیون این یک دستگیری کلان شما نسبت به کانال نکتاب میباشد و این باعث میشود که رولک های نکتاب تیز برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما. رولک سر میکنیم رفتیم. خب به این رسم نگاه کنید و کمی مغزتان رو به کار درارید. به فکر شما چند سمیچکه حقیقی در اینجا موجود است. یعنی گفتنیم که کدام اینها رسم است و کدامش حقیقی. 5 ثانیه وقت دارید که نگاه کنید و فکر کنید. با فکرم شما هم مثل من فکر نمی کردید که اون سمیچکه بالایی هم رسامی باشد. حالا به این رسم هم نگاه کنید و برای این هم 5 ثانیه فکر کنید. بیشتری آدمان فکر میکردن که قلم ها رسامی هستند، اما چنین نبود و این هم رسمی آخیرا. بله، من هم مثل شما نتوانستم فهمم که کدامی از این توپ ها واقعی هستند. هنرمند برای آنکه رسمش واقعی به نظر رسد سایه خودش در روی توپ ها را نیز رسامی کرده است. این نقطه های سیاه زیاد جالب به نظر نمی رسند، اما شنیده اید که میگویند به مسئله از نظر دیگر نگاه کنید. اگر این نقطه های سیاه را از دیگر جهت ها نگاه کنیم چیزهای عجیبی می بینیم. اما این هنرمند فقط از نقطه های سیاه استفاده نکرده است. مثلا در اینجا چند جفت کفش های آویزانی طلایی رنگ را می بینیم که اگر از جهت دیگر به آنها نگاه کنیم نقش یک ورزشکار در آنجا رسم شده است. این هم رقمی 24 که شماره لباسی ورزشکار کوبی برایان است که چند وقت پیش در یک تصادف از دنیا گذشت. برای ساختن این رقم 24 رسم‌های کوبی را در زمانی بسکتبال در اینجا آویزان کردند و اگر از جهت دیگر به آن نگاه کنیم شماره لباسی او پیدا می شود. بیشتری آدمان حوصله ندارند که تبلیغات شرکت‌های ماشین سازی را تماشا کنند. اما شرکت ولگا تبلیغات جالب ساخته است که به حوصله ترین آدم ها هم آن را دوبار تماشا میکنند. خطاهای دیدنی استفاده شده در این ویدیو چنان زیادند که اگر چند بار همان را تماشا کنه سرفهمی کارش را نمی روید. اگر کمی صبر کنید این ویدیو رو دیده سورپرایز میشوید. این یک ویدیوی معمولی به نظر میرسد که در آن هنرمند شکل دهان را کشیده ایستاده است. بعد داغ‌های سیاه را بر روی دستش علاوه میکند. بعد از آن روی خودش را نیز طراحی میکند. عجب موجودی ترسناکی را طراحی کرد. با دقت به این کلیپ نگاه کنید. اینجا یک کرسی معمولی به نظر می رسد، اما وقتی این مرد برای کرسی می شیند می فهمیم که آن معمولی نیست. این هنرمند فرانسوی می داند که چه خیلی چشم آدم را فریب کند. با دیدن این پفک ها آدم قیزیقش می آید که یک سوزن را گرفته آنها را کفاند، اما وقتی سوزن در دست می گیریم ناامید می شویم چون که می فهمیم که آنها پفک نیستند. هنرمندی که این رسم را کشیده است در حقیقت خیلی کارش را ماهرانه انجام داده است. وقتی به کارش نگاه می کنیم عموما فرق نمی کنیم که این پفک حقیقی است و یا اینکه رسمی روی دیوار. با فکرم که این قطاره مدت زیاد است که در اینجا است و ویران شده است. به همین خاطر هنرمندان بر روی آن رسم کشیدند. اما کمی صبر کنید و میفهمید که اینجا یگان قطاره نیست، بلکه اینجا خانه است و هنرمندان بر روی آن شکل قطاره را کشیدند. آنها خطای دیدنی 1 درجه را رسامی کردند.
حالا با این ویدیو نگاه کنید. این ویدیو توسط کامپیوتر ساخته شده است و آدم فکر میکند که زبان این زن پشمک شده است. ویدیو این دندان را هم میتوانیم در تلفن سخرانیت کنیم و به کودکان نشان داده با آنها بگوییم که اگر دندانهایتان را نشویید به این حال گرفتار میشوید. اما با دیدن این ویدیو نه تنها کودکان بلکه شاید کلان سالان هم بترسند. شاید کسی باور نکند که این عینک واقعی نیست، اما وقتی مرحله به مرحله کشیدن آن را ببینید به آن باور میکنید. جالبش این است که هنرمند قسمت دسته های عینک را که به کاغذ چسبیدن میبرد و جدا میکند و همین سبب میشود که بیننده فکر کند که این عینک واقعی است. این مجسمه باور نکردنی با صحیفه های آهنی ساخته شده است. البته هر آدمی چنین چیز را ساخته نمیتواند و معلوم است که هنرمند برای ساختن آن زحمت زیادی کشیده است. از یک جهت خاص وقتی به آن نگاه کنیم این مجسمه تماما ناعیان می شود. این ریاضیدان ژاپنی یک کرسی جالب ساخته است. البته آن کرسی زمینی نه بلکه فضایی است. وقتی این وسیله را که به شکل مربع است در نزد آینه میگذاریم به شکل دایره دیده می شود. وقتی این جسم را به طرف دیگر تاب می دهد تماما برعکس می شود، یعنی گرد می شود و در آینه به شکل مربع دیده می شود. با دیدن این چیز سر آدم چرخ می زند. خب این خطای دیدنی بی‌عیبی نوبتی رو ببینید. شاید از دور آسان به نظر رسد اما تیار کردن این چیز کاری آسان نیست. شاید فکر کنید که این یک تبلیغات ساعت است و چنان کاری عجایب هم نیست، اما نه. اگر توجه کنید این ساعت از قبض‌های زیاده تشکیل شده است که در کنار همدیگر آویزان شده شکل این ساعت را می‌سازند. هر کدام این قبض‌ها از بالا با ریسمان آویزان شده‌اند و اگر از روبرو به آن نگاه کنید شکل ساعت را می‌بینید. اگر فهمیدن خواهید که این رسم ها چه خیلی ساخته شدند پس خود را زیاد عذاب ندهید. این رسم ها حاصل به هم چسباندن دو رسم گوناگون هستند. اینجا هنرمند با تمام مهارتش دو رسم گوناگون را در کنار همدیگر گذاشته است، اما چشم ما فکر میکند که این فقط یک رسم است. اما هنر این هنرمند هنوز تمام نشده است. او ویدیوهای جالب دیگری را هم ساخته است. مثلا این ماشینی که در روی کوپروک حرکت کرده ایستاده است و به درون دریا رفته به سلیوت تبدیل می شود. از درون این کپچوپ هم نفسی آتشین می براید، گویا که اژدها باشد. در این ویدیو هم کاسه نوشاکی تیار کرده ایستاده است. یک هنرمند با نام جان مارتین با استفاده از نور و سایه صحنه‌های عجیبی را می‌سازد. مثلا این مکعب می‌تواند تصویرهای گوناگونی را نمایش دهد، فقط باید آن را از زاویه‌های گوناگون تاب دهیم. معلوم نیست که این هنرمند چقدر فکر کرده است تا توانسته است این وسیله جالب را بسازد. اگر شما هنرمند خوب باشید هر جای به ترتیبی را می‌توانید به یک نقاشی تبدیل کنید. کی گفته است که آدمان به ترتیب هنرمند نیستند؟ اگر کسی در خانه به ترتیبی شما را دید به او بگویید که آثاری هنری خلق کرده ایستاده‌اید. با فکرم این مرد روزی 20 ساعت در باشگاه مشق میکند که چنین بدنی ورزیده دارد. اما کمی صبر کنید و اهمیت دهید. معلوم میشود که پرس های این مرد واقعی نیستند و همه آن رنگ‌آمیزی شده‌اند. دختر این مرد یک میکاپیست است و بدن پدرش را رنگ‌آمیزی کرده است. وای ببینید که عجب شکمی کلانی هم دارد. این چیزی که میبینید یک هرم است که به آسانی میتواند چشم آدم را فریب دهد. اما چیزی که شما دیده ایستاده‌اید درست نیست. این هرم به طرف درون نه بلکه به طرف بیرون برآمده است. اگر شما فهمید که این آدمان در کجا مشق کرده ایستادند سرتان تاب میخورد. بیشتر آدمان فکر میکنند که آنها در روی دیواری راست مشق کرده ایستادند، اما این هم باز یکی از خطاهای دیدن ماست.
این مرد راهروی خانه‌اش را چنین طراحی کرده است تا مهمان‌ها مجبور شوند که یک لنگه از آنجا پریده گذرند. آیا این یک رسم کامپیوتری است؟ نه. این یک راهروی معمولی در یکی از مهمانخانه‌ها است. اگر آدم کمی شراب نوشیده در این راهرو راه گردد، پس هیچ وقت راه راست را نمی‌یابد. در این رسم هم چند قطعه های ساخته شده به معنی را می‌بینیم و فکرتون برای چی این قطعه های به معنی را هنرمند ساخته است؟ اما وقتی زاویه دیدمان را تغییر دهیم می‌فهمیم که این جسم ها به معنی و نالازم نیستند، بلکه وقتی از زاویه دیگر به آنها نگاه می‌کنیم این جسم های روشن حرف‌های انگلیسی را تشکیل داده کلمه لایت یا روشنایی را می‌سازند. اما این هنر هنوز تمام نشده است. وقتی زاویه را تغییر داده از طرف دیگر نگاه می‌کنیم این حرف‌ها کلمه درک یا تاریکی را می‌سازند. جالبش این است که این طرف واقعاً تاریک است و آن طرف مقابل روشن است. در حقیقت این هنر بالایی است. این سقف عجایب در شهر کوین در کشور چین قرار گرفته است و تمام نماد حیوانات را در آن دیدن ممکن است. در حقیقت به این یک زاویه نوی دیدن می‌گویند. این طراحی خیلی عجیب و شوق‌آور است و آدم فکر می‌کند که حاصل این حیوان‌ها یا ماهی‌ها به بالای سرش می‌افتند. ظاهراً این جسم برعکس عمل کرده ایستاده است و این شریک‌ها به جای آنکه به طرف پایان روند به سمت بالا حرکت می‌کنند. اما در اینجا ما باز خطا دیدیم. این جسم یگان قسمی فرو رفتگی ندارد، بلکه دو طرف این جسم از دو طرف دیگرش بلندتر واقع شده‌اند. به همین خاطر آدم فکر میکند که شریک‌ها باید به طرف پایان حرکت کنند، اما این حادثه روی نمی‌دهد و با یک حرکت شریک به طرف بین وسیله حرکت میکند. نه، شما خطا دیده ایستاده اید و این زینه‌پایه تا آسمان دوام ندارد. هنرمند در بالای رسمش یک آینه گذاشته است و شما فکر میکنید که این زینه‌پایه تا آسمان ها دوام دارد. حالا خطای دیدتان را فهمیده؟ و فکرم ما با این اژدها مخول شده ایم که به هر طرفی که رویم او به ما نگاه میکند. با او شناس شوید. این وسیله یکی از معروفترین وسیله های خطای دیدن در دنیاست. شما میتوانید آن را برای خودتان بسازید. فقط باید در اینترنت طرز ساخت آن را یابید. با این کارتان کودکان را سرگرم خواهید کرد. خب، نظر شما درباره این ویدیوی امروزه ما چیست؟ فکرهای خود را برای ما بیان کنید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای جالبی نوبتی به کانال آبونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.